پاش رو پوست خربزه است. مدیر یه اداره رو تصور کنین که همه میدونن قراره به زودی عوض بشه جز خودش. بعضی آدما اونقدر به موقعیتشون مطمئنن که انگار صندلیشون رو به زمین پیچ کردن. هنوز با همون اعتماد به نفس دستور میده، جلسه میذاره و برای همه خط و نشون میکشه. انگار قراره تا 100 سال دیگه هم پشت همون میز بشینه. قدیمی‌ها برای چنین موقعیتی میگفتن پات رو پوست خربزه است. حالا چرا پوست خربزه؟ چون اگه پوست خربزه زیر پات باشه شاید هنوز زمین نخورده باشی، اما فقط کافیه یک قدم اشتباه برداری. اون وقت دیگه نه میز مدیریتی میمونه نه دستور دادن. فقط یه نفر میمونه که با تعجب به زمین نگاه میکنه و میگه من دقیقاً کی سر خوردم. این مثل درباره کسیه که موقعیتش متزلزله و هر لحظه ممکنه اونو از دست بده، مخصوصاً اگه خودش هنوز خبر نداشته باشه. پس اگه روزی کسی به شما گفت پات رو پوست خربزه است، یعنی رفیق کمی با احتیاط تر راه برو، چون شاید فقط یک قدم با زمین خوردن فاصله داشته باشی. و البته نکته کاملا جدی، پوست خربزه هم نباید رو زمین بندازیم. این ضرب المثله، ولی زمین واقعا شوخی نداره.